شاید خیلی از شما دلیل ایمان نیاوردن خسرو پرویز شاه ایران رو به اسلام این میدونید که پیامبر مسلمانان نامه رو به اسم وی آغاز نکرده، اونم نامه رو پاره کرده. در حقیقت این یک توجیه تاریخی بیش نیست، اما حقیقتش رو باز نمی‌کنن. پیک از اسلام به ایران میاد، خسرو پرویز اونو به حضور میخواد و میخواد در مورد اسلام ازش سوال بپرسه. پیک میگه در دین ما پرستش خدا مهمترین مورد است. خسرو پرویز میگه ما 1100 سال از یک تا پرستیم. پیک میگه در اسلام زنده به گور کردن دختران کار حرامی است. خسرو پرویز میگه مگه این کار انجام میدادید؟ ننگ بر پیشینیان شما، دختران ما الهه هستن. پیک میگه بردهداری در اسلام حرام است. خسرو پرویز میگه ما از زمان کوروش بزرگ بردهداری نکردیم. پیک میگه در اسلام همه برابرن. خسرو پرویز میگه در ایران من هم اگر اشتباه کنم به دادگاه میروم. و تا اینجا بحث طول کشید که پیک اسلام چیز جدیدی برای گفتن نداشت. خسرو پرویز هم نامه رو پاره میکنه و به پیک میگه اگر شما الان میخواید راه انسانیت رو پیدا کنید، ما 1100 سال پیش آن را پیدا کردیم.